آهنگ جدید بشیر عاصم با عالیه انصاری و اجرای کنسرت این دو هنرمند در جرمنی و رقابت جدید عالیه انصاری با آریانا سعید. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. بشیر عاصم هنرمند خوب، محبوب در میان مردم و علاقه‌مندانش است. بشیر عاصم هنرمند سابقه داره است. آهنگ‌های بیشمار سروده و کنسرت‌های مختلف در سرتاسر جهان برگزار کرده است. بشیر عاصم با سرودن آهنگ زیر باران بیقرار تو هم به شهرت خود افزوده است. بشیر عاصم از عالیه انصاری هنرمند موفق، خوش‌سیما و خوش‌صدای افغانستان درخواست کرده است آهنگ دوگانه‌ای با وی ثبت کند و در ضمن کنسرت‌های مختلف در تور اروپا برگزار کند. این همه در حال است که عالیه انصاری هم شهرت فراوانی در میان مردم افغانستان دارد. وی همیشه آهنگ‌های دوگانه با حسام فرزان می‌سرود، ولی بعد از آن که بگو مگوهای فراوانی در میان مردم و علاقه‌مندانش پیدا شد که گویا عالیه انصاری با حسام فرزان رابطه عاشقانه‌ای برقرار کرده است، این دو برای مدت از هم دیگر جدا شدند و آهنگ‌های دیگر ثبت نکردند و عالیه انصاری این بار با کمال میل خواسته با بشیر عاصم آهنگ دوگانه‌ای ثبت کند. قرار است این آهنگ به زبان پشتو باشد و در سال نو میلادی و بازار هنر موسیقی در افغانستان عرضه شود. عالیه انصاری اکنون در لندن با دو فرزند خود زندگی می کند و بشیر عاصم هم با خانم و فرزندان خود در کشور آلمان زندگی می کند. به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر برای تمامی هنرمندان کشور داریم، از جمله عالیه انصاری و بشیر عاصم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.